حدوداً 3 روز پیش بود که اوپن ای آی اومد یک مدل خیلی خیلی مهمی رو عرضه کرد به اسم GPT-4o مینی. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه تقریبا میتونم بگم ارزون ترین مدل LLM اوپن ای آی، اکیوریسی در حد GPT-4 تقریبا و هزینه بسیار پایین. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تقریبا میتونم بگم مثلا از یه ماه یا 2-3 ماه آینده یه سری تغییرات خیلی زیادی رو توی پروداکت ها و محصولاتی که همین الانش روی بازار هستن خواهیم داشت، به خاطر اینکه هزینه اومده پایین. حالا با هم دیگه یه نگاه بندازیم به خود سایت اوپن ای آی، ببینیم در مورد GPT-4o مینی چی گفته و چه کاری میشه باهاش انجام داد. خب من یه سری جایی هایلایت کردم. مهمتریناش اینه که از لحاظ هزینه بسیار بسیار پایین تره. همونجوری که اینجا نوشته به ازای هر 1 میلیون توکن اینپوت فقط و فقط 15 سنت میشه و 1 میلیون توکن آوتپوتش 60 سنت. حالا شما اینو مقایسه بکنید با هزینه GPT-3.5 یا مثلا GPT-4o. حالا تو تب کناری من گذاشتمش، با هم دیگه یه نگاه بندازیم قیمت رو که ببینیم چه تغییر وحشتناکی کرده. GPT-4o مینی الان در حال حاضر هم از تکست داره ساپورت میکنه، هم از ایمیج، مالتی موداله و توی آینده نوشتن که ویدیو و آدیو هم بهش اضافه شده، یعنی هم وایس میگیره هم ویدیو میتونه بگیره و خروجی ویدیو و خروجی وایس هم میتونه همین مدل GPT-4o مینی به همون بده در آینده. نکته بسیار مهم دیگه اینه که کانتکست ویندو، اون تعداد توکن های ورودی که به LLM میدادیم برای GPT-4o مینی 128k توکن، 128,000 توکنه و مهمتر از همه خروجیش حدوداً 16k توکن شده. معمولا مدلایی که داشتیم یا 4 بود یا 4k بود یا 8k بود، ولی این مدل GPT-4o مینی شده 16k و خیلی کاربردیه همچین چیزی. مخصوصا اینه که مطالب زیادی بهش داده بشه و مطالب زیادی هم ازش گرفته بشه. یه نگاهی به بنچمارک رو بندازیم ببینیم که چجوری عمل کرده این GPT-4o مینیمون. توی قسمت ریزنینگ، اونجایی که نیازمند یک تحلیلی مثلا وجود داره، همونجوری که میبینید GPT-4o 88% نه که اصلا 89% و GPT-4o مینی 82%، بسیار نزدیکه. حالا با همرده های خودش بخوایم مقایسه بکنیم، جمینای فلش حدود همسان 78%، هایکو هم 73%. توی قسمت کدینگش مثلا در نظر بگیریم، کد زدنشو، GPT-4o مینی 87%، GPT-4o 90%. حالا بیایم مثلا با فلش و هایکو مقایسه کنیم، 71 و 75. توی قسمت ریاضیاتش اینجا 87% GPT-4o مینی و GPT-4o 90%. حالا فلش هم که 75%، هایکو هم 71%. این چی رو به ما میرسونه؟ دقیقاً اینو به ما میرسونه که GPT-4o مینی با هزینه بسیار پایین، اکیوریسی نزدیک به GPT-4o الان در دسترسه و میتونیم ازش استفاده بکنیم توی پروداکت. ما یه سری مشکلاتی که سر هزینه ها داشتیم، خب اکیوریسی GPT-4o خب خیلی بالاتره دیگه نسبت به GPT-3.5. به خاطر همین ما مثلا تو خیلی از پروداکت ها اومدیم مثلا از GPT-3.5 استفاده کردیم. خب GPT-3.5 هم یه سری مشکلات داره، یه سری ریزکاری های اضافی داره که باید انجام بشه. مثلا یه قسمت مثلا مجبوری مثلا بیای از رگ استفاده بکنی یا یه سری کارهای دیگر رو بیای انجام بدی که اون جاهایی که GPT-3.5 کم میاره رو بتونی مثلا ساپورت بکنی رو اون خروجی که میخوای از LLM بگیری. حالا وقتی که GPT-4o مینی اومده
و میخوای جایگزین کنی GPT 3.5 رو با GPT-4o مینی. وقتی این جایگزینی اتفاق میفته شاید یه قسمت از اون معماری که چیدین برای اون تسک خاصی که گذاشتین کنار بره. مثلا چی؟ مثلا این که فرض بکنید شما یه تسکی رو به GPT 3.5 دادین، مثلا بیا ترنسلیت بکن، یه متنی بهش دادین که ترنسلیت بکن و پشتش دوباره یه سیکونس بعدش مثلا یه دونه LLM دیگه گذاشتین، دوباره GPT 3.5 مثلا گذاشتین که بیاد مارک داون بکنه. خب الان وقتی که GPT-4o مینی اومده، الان به صورت دیفالت مثلا خروجی مارک داون رو داره و شما همون تسکی مثلا بهش میدین که انجام بده، مثلا بیا ترنسلیت بکنه، اتوماتیک براتون مارک داون هم میکنه. این مثلا خیلی ساده بود از اینکه مثلا GPT-4o مینی نسبت به GPT 3.5 چه تغییراتی مثلا داره و مهمتر از همه سر بحث اکیوریسیشه. خیلی جاها GPT 3.5 جواب نمیده، مجبوریم مثلا از فیوشات استفاده بکنیم که یه سری اگزمپل ها رو مثلا بیاریم توی خود پرامپت مثلا بیاریم. وقتی که GPT-4o مینی استفاده بکنیم بسیار دقیق تره، خیلی جاها شاید نیاز به هم مثلا فیوشات هم مثلا نداشته باشه یا خیلی راحت تر بتونه با فیوشات مثلا کار بکنه و چیزای مختلف دیگه ای. ولی از همه مهمتر سر بحث قیمتشه. این بحث قیمتی که مانع شده بود که بتونیم مثلا از همه جای توی همه محصولات GPT-4o استفاده بکنیم، الان دیگه از GPT-4o مینی دیگه به راحتی میتونیم استفاده بکنیم. الان قیمت رو مثلا مقایسه بکنیم، به ازای هر 1,000,000 توکن GPT-4o $5 میزان ورودیش و خروجی $15. یه نکته دیگه ای که اضافه شده، حالا نمیدونم دقیقاً کی اضافه شد، سر بحث بچ API. داستان بچ API چیه که اوپن‌آی اومده معرفی کرده؟ شما فرض کنید یه سری تسکایی دارین که به صورت ریل تایم نیاز ندارین که دیتاش بیاد. مثلا چه میدونم فرض کنید یه دونه PDF دادی بهش، یه دونه کتابه، بعد میخوای اینو خلاصش بکنه برات. در لحظه شاید نیاز نداشته باشی خلاصه کل کتابو. مثلا میای چی کار میکنی؟ از بچ استفاده میکنی و ریزالتی که بهت برمیگردونه تا 24 ساعت آینده، یعنی زمانی که سروراشون دیگه آپ تایمشون گذشته و تو حالت بیکاری قرار میگیرن، مثلا میان اون تسکا رو انجام بدن، مثلا میاد سامرایز بکنن، ترنسلیت بکنن یا هر چیز دیگه ای. به همین خاطر که چون تا 24 ساعت آینده ریزالتش میاد، هزینه رو اومدن نصف کردن. مثلا الان شما اگه از بچ API به استفاده بکنی، به جای اینکه $5 بدی به ازای هر 1,000,000 توکن $2.5 میدی. خب حالا این قیمت رو داشته باشین. این GPT-4o. بریم سراغ GPT 3.5 توربو. GPT 3.5 توربو تقریبا 1/10 دیگه، 1/10 شد قیمتش، شدش که هر 1,000,000 توکن 50 سنت و حالا خروجیش هم این پایینه، هر 1,000,000 توکن $1.5. حالا این قیمت رو داشته باشین. بریم سراغ GPT-4o مینی. اینجا 50 سنت بود، اون که اصلا $5 بود GPT-4o. این الان 5 سنته، خروجی هم $1.5. این GPT-4o ببینم درست گفتم، این $5، خروجیش هم $15 بود و GPT 3.5 1/10 GPT-4o. حالا GPT-4o مینی رو با هم دیگه نگاه بکنیم، به ازای هر 1,000,000 توکن فقط شده 15 سنت، حدود 60% از قیمتش افتاده. 60% قیمت GPT 3.5 توربو. یعنی قابلیت های GPT-4o رو تقریبا با اکیوریسی خوبی ما داریم، با هزینه 60% پایین تر از GPT 3.5. این اتفاق بسیار بسیار بزرگیه که داره اتفاق میفته. اتفاق نمیفته که نه، افتاده و با یه سرعت بسیار زیادی داره این LLM ها جلو میرن و هزینه ها همینجوری داره کاهش پیدا میکنه. یه هایلایت دیگه اینجا کردم، چی نوشته؟ حدود یه سال و نیم پیش بود اگه اشتباه نکنم، ما میخواستیم چیز بکنیم، یه محصولی داشتیم میآوردیم بالا، بعد از داوینچی داشتیم استفاده میکردیم.
داوینچی 203. بعد اینو مثلا دادیم فرانت که بیاره بالا، حالا مثلا داشت تست و اینا رو انجام میداد. بعد هزینه ای که برامون انداخت توی درز 2-3 ساعت رفت بالای $120. رفت بالای $120، ولی الان که بیاین مقایسه بکنید که GPT-4o مینی رو استفاده بکنیم ازش، 99% ارزون تره. و هرچی که جلو میره و هرچی که میگذره مدل های جدیدتری میان و این مدل های جدیدتر ارزونتر و با اکوریسی بسیار بالاتر نسبت به نسخه های قبلشون. یکی از مشکلاتی که مثلا ما پیدا میکنیم سر این جهش ها اینجوریه که شما فرض بکن که اون پروداکتی که میخواین درست بکنید میایین به هر حال یه معماری بعد براش بچینید. اون معماری که میچینید متناسب با اون LLM است. مثلا شما دارین از GPT 3.5 توربو استفاده میکنید، مثلا چند ماه پیش داشتیم از GPT توربو 3.5 استفاده میکردیم. بعد الان حالا به خاطر اینکه حالا یه سری چیزها رو بتونیم کاور بکنیم، مشکلات GPT 3.5 اون قسمت ریزنینگ، قسمت کد زدنش، جاهای مختلف مجبور بودیم اون معماری که میچینیم یه سری چیزا رو چیز بکنیم، اضافه تر مثلا بذاریم. و وقتی که مدل ها آپدیت میشن، ارزون تر میشن و قابل استفاده میشن، شاید یه سری از اون معماری هایی که قبلا چیدین رو کلا بذارین کنار، سبکتر بشه، سریعتر بشه و یه سری کارهایی که کردین عملا نیست و نابود بشه. خیلی بدبینانه بخوام بگم، ولی راه دیگه ای فعلا وجود نداره. یعنی ما با پیشرفت تکنولوژی با همیشه باید بریم جلو، متناسب با اون. قبلا مثلا اینجوری بود که شاید تا چند سال یه پروداکت رو می‌آوردیم کار می‌کرد، الان شده به چند ماه و بعدش باید عوض بکنیم، خودمون رو آپدیت نگه داریم، آرشیتکت رو عوض بکنیم و قصه اینو بخوریم که اوکی مثلا ما مثلا 2 هفته سر فلان چیز زمان گذاشتیم ولی الان دیگه اصلا کاربرد نداره همچین چیزی. ولی خب راه دیگه ای نیست و این اتفاق بسیار خوبیه، بسیار خوبه که انقدر سریع داره پیشرفت میکنه و ما میتونیم به راحتی اینو داشته باشیم. یه مثالی هم که یه مثالی میخواستم بیارم که از این که اتوماتیک دیگه مثلا مارک داون میکنه، اینجاست که مثلا اومدیم از GPT 3.5 استفاده کردیم توی یکی از قسمت‌های معماری و مثلا اینجا که داره جواب میده بهمون، اینجا دیگه مثلا کلا دیگه به صورت مارک داون اتوماتیک میاد جواب میده، جدای از اینکه سرعت بهتری داره، جدای از اینکه اکوریسی به شدت بالاتری داره نسبت به GPT 3.5 توربو. حالا ایشالله شما بیاین از چیز استفاده بکنید. یه نکته خیلی مهمی که جا افتاد در مورد هزینه GPT-4o مینی برای غیر انگلیسی زبانا، برای متنای مثلا غیر انگلیسی. قبلا هزینه خیلی زیاد بود. اون توکنایزری که مثلا استفاده میشد مثلا برای زبونهای غیر انگلیسی، فارسی، اسپانیایی، روسی یا هر چیز دیگه ای، توکنای زیادی مصرف میشد. ولی الان این GPT-4o مینی داره از همون توکنایزری استفاده میکنه که GPT-4o داره استفاده میکنه و از این ور هزینه هم اومده پایین. یعنی این برای مثلا ما فارسی زبانه که بخوایم استفاده بکنیم این اتفاق بسیار خوبیه و تعداد توکن های کمتری حساب میشه عملا و راحت تر الان میتونیم فارسی رو ساپورت بکنیم و نسبت به 3.5 هم فارسیش واقعا بهتره. الان ما 2-3 روز پیش بود که همه چیزایی که داشتیم، پروداکت هایی که داشتیم، یه سریش فارسی بود، یه سریش انگلیسی بود، همه رو بردیم سمت GPT-4o مینی و به شدت ازش راضی هستیم و پیشنهاد میکنم که اگر شما مدل هایی دارین که یا محصولاتی دارین که الان داره با GPT 3.5 کار میکنه، بلافاصله اونو عوضش بکنید و برین سراغ GPT-4o مینی. ممنون، روز خوبی داشته باشین.